اقدام کم سابقه و در موسم بازگشت مهاجران. شرکت سامون ایر نرخ بلیط پرواز از تاجیکستان به روسیه را تا $100 ارزان کرد. مبارزه با افراطگرایی در حالی که کمیته دین به جای امام خطیبان تحصیل دیده کشورهای خارجی شخصان سزاوار می‌جوید، ساکنان پیشنهاد خود را دارند. هر یک کدامش عدل جدا جدا پرسیدن نگاه چیزی فکری امورا گرفتن در کارای. و در چارسوی زندگی دلبر گرگ و همسر یک عضو گنرال آشوبگر عبدالحلیم نظرزاده باز در کوچه ماند. خیلی هم نداره تو که مورا نون میتودم زورش آمده میگه جد. شرکت هواپیمایی تاجیکستان سامون ایر شروع از 14 نوامبر نرخ بلیط به همه سمت‌های پرواز را از 100 تا $150 ارزان کرد. در این شرکت گفتند برای مثال بلیط دوشنبه مسکو که تا این زمان 2225 سومونی ارزش داشت، حالا نرخش به 1631 سومونی برابر شد. این اقدام یک دفعینه شرکت سامون ایر است. اقدام احتمال تا 4 هفته دیگر ادامه کند. ارزانشوی نرخ بلیط ها به موسم یگان ارتباط ندارد. تنها یک اقدام خود شرکت است. ضمناً گرانی نرخ چیپتای هواپیماها و با تأخیر انجام شدن بسیاری از پروازها یک مایه اصلی انتقاد مسافران از شرکت‌های هواپیمایی تاجیکستان باقی می‌ماند. در پی تیرهای دایدوی نظامیان در محل حرب میدان چند منزل ساکنان شهر توس ضرر دیدند. ساکنان میگویند مقامات وعده دادند که ضرری رسیده را پرداخت میکنند. حادثه زمانی رخ داد که در آزمایشگاه حرب میدان مشق‌های مشترک نیروهای کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت دسته‌جمعی شروع شده است. کیومرسیاتو گزارش می‌دهد. در ناحیه شهر توس 3 منزل از تیر زره‌پوش نیروهای سازمان پیمان امنیت دستجمعی یا ODKB ضرر دیدند. این حادثه 11 نوامبر در دهه اتفاق در 10 کیلومتری آزمایشگاه حرب میدان به وقوع پیوسته است. آن زمان در حرب میدان نیروهای سازمان پیمان امنیت دستجمعی تمرین می‌کردند. فرضیه این است که تیر دایدوی آنها به خانه مردم رسیده است. محیدین که یکی از جبر دیده هاست میگوید آوان وقوع حادثه در خانه نبود. راست که بزرگ بودم کم بودیم روزگار خاطر بزرگ رفتم بزرگ میبرم آنکه تاکسی هم تا گفتم یک تاکسی را گفتم های که ببرو که چی تسر برم که دوازده خاطر اومدم این هم از کار میرسه. محیدین میگوید تا آمدن او همسرش به میلیسه خبر داده است و جای حادثه را با نظامیان در حلقه گرفتند. ماماش که داونه نداره امروز سپاکوی در پیش بود ساخر نه چی سپاکوی است که گریسکیت پیش هموشتم دیگه چی. تیر به بام خانه زده از سقف بیرون شد و پای دیوار را شکاف کرده است. آوازش بلند آمد و خانه لرزید. بعد بچم او جدید که بعد گفت که این گفت خانه شکاف کرفته چیزی باشه گفت بعد محل رئیس خبر کده. سعیده مادر 5 فرزند آن وقت در آشخانه نان میپخت. او میگوید تیر از جای گذشته است که کودکانش دائم در آنجا نشسته تلویزیون تماشا میکردند. به بختش کودکان روزی حادثه با او در آشخانه ماندند. شکر میکنم بچه‌ام تینجی شوانه اینا مالا کودکان را بین. طبق اطلاع کمیته حالتهای اضطراری تاجیکستان به خانه 2 ساکنی مرکزی شهرک شهر توس نیز در این روز تیر دایدو زده به جان آسیب نرسیده است. مقامات ضرر ساکنان را حساب کرده وعده دادند که آن را جبران میکنند. رو می‌ریم به موضوعهای بین‌المللی. هزاران نفر از بازماندگان زمین لرزه در مرز ایران و عراق یک شب دیگر را در هوای سرد و در خیمه‌های خودساخت سپری کردند. مردم در اینجا به آب و غذا و دیگر مواد اولیه احتیاج دارند. در ولایت کرمانشاه که در زمین لرزه روز 12 نوامبر بیشتر از همه آسیب دید، 520 نفر کشته شدند و بیش از 8000 نفر زخم برداشتند. نیروی زمین لرزه که شب رخ داد بیشتر از 7 درجه را تشکیل می‌داد. نظامیان در زیمبابوه رئیس جمهور روبرت موگابه را تحت بازداشت قرار دادند. در این باره خبرگزاری اسوسییتد پرس روز 15 نوامبر گزارش داد. پیش از این نظامیان وزیر مالیه را بازداشت کرده بینای تلویزیون را تحت نظارت گرفتند. با این همه آنها میگویند که این تبادلات دولتی نیست و امنیت موگابه و خانواده‌اش تامین است. تفصیلات این خبر و همچنین ثبت نام رسانه‌های خارجی در روسیه را که در دوم دولتی بررسی شد در سامانه ما www.azadi.org
пайдо кунед. طول 2 سال اخیر در توجیکستان چندین امام خطیب که در خارج تحصیل کردند با عیب عضویت در سازمان‌های ممنوع به زندان انداخته شدند. با توجه به این کمیته دینی توجیکستان قرار کرد که تحصیل کرده‌های کشورهای خارجی نباید در این مقام فعالیت نمایند و از منبر مساجد سوء استفاده کنند. ولی ساکنان کشور چنین اقدام را سختگیرانه می‌دانند و می‌گویند باید قضیه هر خادم دین در علیحدگی بررسی شود. در تاجیکستان خبری از مقام برکنار نمودن امام خطیبان تحصیل دیده در مدرسه های کشورهای خارجی عکس‌العمل چشمگیر در پی نداشت. زیرا تا این زمان اقدام های شبیه لباس یگانه و معیار ریش کوتاه در نسبت آنها جاری شده بودند. بر علاوه هر سال خادمان دین از سنجش ویژه می‌گذرند. ولی با این همه ساکنان کشور میگویند نباید همه امام خطیبانی که در خارج تحصیل نمودند از وظیفه برکنار شوند. از نگاه آنها بهتر است در نسبت هر یک نفر برخورد جداگانه صورت بگیرد. به مثل رهبر اداره مسلمانان تاجیکستان و رئیس شورای علمای مرکز اسلامی کشور سید مکرم عبدالقادرزاده که با وجود تحصیل در اسلام آباد مقامش را حفظ نمود. دولت ما اجازه داد که همه آدم کار جای انیق یافته کار کنن، این کار درست میشه. به اجازه دولت ممکن نیست یک کار کردن. بیشتر همو امتحان گیرن بسنجان، اما چه خیلی مثال چی میکنن، چه خیلی فهمیش دارن. هر یک کدامش عدل جدا پرسیدن اقدام این چیز فکری امورا گرفتن در کارای. باز در تاجیکستان خدمت هست که دانشگاه اسلامی هست. باید بیان در تاجیکستان خدمت بخونن. با باور مقامات در اکثر حالتها محض ختم کرده های مدرسه های کشورهای اسلامی با استفاده از منبر مساجد رویه های مذهبی ممنوع در تاجیکستان مثل سلفیه، حرکت اسلامی ازبکستان و حتی دولت اسلامی را تبلیغ میکنند. در تابستان سال جاری دادگاه 7 امام خطیب و خادمان مسجدهای سغد را با جرم عضویت در سازمان ممنوع اخوان المسلمین به زندان محکوم کرد. مقامات میگویند 6 نفر از این روحانیان در خارج تحصیل دینی گرفته به تاجیکستان برگشتند. موافق با معلومات هایی که به دست آمده این زمان قریب که 16 نفر 17 نفران امام خطیبانی که به سابق امام خطیبان با جرم دست داشتن با چنین دست داشتن با حرکت های افراطی به حبس کشیده شدند. هنوز در سال 2010 حکومت تاجیکستان به بازگردانیدن دانشجویان تاجیک از مکتب‌های دینی کشورهای خارجی شروع نمود. در دوام چند سال بیش از 3000 جوان تاجیک به وطن برگردانیده شدند. هر شهروندانی که میخواهند در دانشکده و مدرسه های دینی خارج کشور تحصیل میکنند باید مطابق به همه قرار جمهوری تاجیکستان اول مدرسه و دانشکده های جمهوری را ختم نموده، سپس با راحتی حکومت جمهوری تاجیکستان به دولت های که آنها خواست که میخوان تحصیل علمی خود را ادامه دهند به آنجا سفربر کرده میشوند. چند سال قبل در تاجیکستان همه مدرسه ها بسته شدند و به در یگانه گیمنازی اسلامی قلف زدند. حالا در کشور تنها یک دانشگاه اسلامی فعال است که سال تا 300 نفر آن را ختم میکند. مقامداران میگویند این شماره ختم کنندگان برای با متخصص تامین نمودن همه 3910 مسجد در تاجیکستان بسنده است. برنامه را ادامه میدیم. دلبر گورگ و همسر یکی از یاران گنرال اشوبگر عبدالحلیم نظرزاده دیگر باره با 5 فرزندش در کوچه مانده است. سرگردانی این زن با کودکان نابالغش 2 سال پیش بعد بازداشت و حبس شوهرش شروع شد و او میگوید حالا با نزدیک آمدن سردی های زمستان نه جایی برای رفتن و نه برای ماندن دارد. همکاران ما این خانواده را در راهروی یکی از بلند آشیانه ها پیدا کردند. 2 ماه است که بساط خانه دلبر گورگوا در راهرو یکی از بلند آشیانه ها در جنوب دوشنبه پهن و پریشان مانده است. دلبر بی خانمان شده. او با 5 فرزند نابالغ خود در همین خانه زندگی میکرد، اما به دلیل نداشتن پول اجاره از آن رانده شد. خونه دوگانم داریم هم 6 کودک مایده دارم و میگه که یه بلا کجا طبیعی بود خیلی هم نداره تو که مورا نون میته و دم زورش آمده میگه جو تو دلبر گورگوا همسر امرالله نورو یکی از اعضای گروه عبدالحلیم نظرزاده معروف به حاجی حلیم است. شوهر او 2 سال پیش و جرم همدستی با گنرال شورشی به 23 سال زندان محکوم شد.
دربدری دلبر از همان روز به بعد آغاز گردید. دلبر اتهام مشارکت شوهرش در عملیات حاجی حلیم را قبول ندارد. دلبر با شوهرش به مدت 7 سال در این خوابگاه زندگی میکرد و میخواست دوباره به اینجا برگردد، اما مسئولان خوابگاه با او اجازه اقامت ندادند. که با چی سبب شما من خوابگاه نمیتین؟ من خودم سبب شما میدونم که من 5 فرزند دارم، برای فرزندم نمیتونم خوابگاه. مسئولان خوابگاه که مایل نبودند صحبتشان ضبط شود، دلیل اصلی این تصمیم خود را ناتوانی دلبر گورگاوا در پرداخت حق اجاره عنوان کردند. آنها همچنین گفتند که پیش از امضای قرارداد اقامت در خوابگاه، ماموران پیشینه فرد درخواست دهنده و اعضای خانواده او را بررسی میکنند. دلبر میگوید به شهردار دوشنبه هم نامه نوشته و درخواست کمک کرده، اما پاسخ نگرفته است. ولی موجوده بابای و معاون رئیس حکومت ناحیه شامنشهر دوشنبه با او قول داده است که اگر خانه پیدا کند با او به مقدار 200 سامانی کمک پولی خواهند پرداخت. دلبر همچنان امیدوار است که مقام ها به دادش برسند و برای او و فرزندانش سرپناه بدهند. فعلا معلوم نیست که اجاق یا پلیته خاندان دلبر کی دوباره روشن خواهد شد. در دوشنبه در دایره یک طرح اجتماعی برای بیماران اوتیسم قهوه‌خانه غیریادی باز شده است. در اینجا گرفتارانی در خودماندگی نه تنها مهارت آشپزی خود را رشد می‌دهند بلکه معاشرت با اطرافیان را می‌آموزند. تاکنون در تاجیکستان آماری دقیق گرفتاران این بیماری وجود ندارد، ولی برای آنها یک مرکز عافیت بخش خدمت می‌رساند. تشبثکاران قهوه‌خانه مخصوص باور دارند که این مؤسسه برای بیماران نورس امکانات‌های نو را باز می‌کند. زهرای 17 ساله گرفتار بیماری اوتیسم است و در کورس‌های آموزشی مرکز کودکان دارای اوتیسم تحصیل کرده است. امکان آزمایش هنر پسندگی زهرا بعد افتتاح این قهوه‌خانه جمعیتی پیدا شد. روز شنبه، چهارشنبه، پنجشنبه، جمعه، شنبه. بعد بیا پخت بس میتونیم. چی نمو؟ تات و پیاز نید. پیچین. اکبر 22 ساله هم در خود مانده است. او به این قهوه‌خانه به خاطر آموختن تهیه غذا و خدمت رساندن به مشتریان می آید. وقتی به مشتری خوراک فرموده اش را می‌آورم منتظر می‌شوم که کی حساب را طلب می‌کنند. این قهوه‌خانه با تشبث والدین اطفال در خود مانده و با کمک صاحبکاران محلی تأسیس شده است. ما 4 نفر جوان را داریم که طول 1.5 ماه هر روز در اینجا تجربه می‌آموزند. همچنین 14 نفر دیگر نیز که با آشپزی شوق دارند در یک هفته 2 مرتبه می‌آیند. آنها هنوز درباره کسب آیندهشان تصمیم نگرفتند، ولی به هر حال برایشان این مشغولیت پسند است. میزاجان قهوه‌خانه اساساً کودکان گرفتار اوتیسم و نزدیکان آنهایند. این مؤسسه اجازتنامه فعالیت را به حیث قهوه‌خانه ندارد. از این خاطر همچون آشخانه مخصوص عمل می‌کند. اما مؤسسان باور دارند که در صورت دریافت اجازتنامه رسمی همه ساکنان می‌توانند از خدمت قهوه‌خانه استفاده کنند. اکثراً برای افراد در خودماندگی پیدا کردن کار مشکل است، اما تشکیل چنین مؤسسه برایشان امکانیت می‌دهد که بعد گذشتن آموزش صاحب مشغولیت شوند. در مرکز اراده بجز از کلوب اجتماعی که قهوه‌خانه در اساس آن تشکیل شده است، باز چندین برنامه‌های مخصوص کمک به کودکان و نورسان در خودمانده عمل می‌کند. از جمله تعلیم بروقتی به کودکان از 2 تا 6 ساله، رشد قابلیت زندگی از 7 تا 18 ساله و برنامه آموزشی اینکلوزیوی. و با امید خبرهای خوب برنامه امروز را انجام میدیم. تشکر که ما را همراهی میکنید. روز خوش داشته باشید و تا برنامه فردا خدا نگهداری هر یک شما باشد.